اگه شما هم فکر میکنید که زبان خوندن خیلی سخته و یک غول خیلی بزرگه و هیچ وقت پسش بر نمیاین، با من همراه باشید. سلام، من رکسانام و به یک ویدیو دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز قراره که با هم دیگه چند تا راهکار خیلی کوچولو یاد بگیریم برای اینکه چطوری زبانمون رو تقویت کنیم. اول بهتون بگم که من خودم آدمی هستم که یک جا نشستن خیلی برام سخته و از بچگیم، از دوران دبستان، مدل درس خوندنم اینطوری بود که حتما باید بلند صحبت کنم، باید بلند بخونم و حتما میخوام شعر حفظ کنم باید دور خونه بدوم یا اینکه برای یک کسی توضیح بدم. یعنی اگر یک کسی کنار من نبود، مادر، پدر، خواهر، یکی رو باید میذاشتم جلوم بشینه و من اینه یه معلم براش توضیح بدم که دارم چی میخونم. در واقع برای اون توضیح میدادم تا خودم یاد بگیرم و این تو بزرگسالی خب برای من مشکل بود، چون که من دیگه کسی رو نداشتم که حالا همیشه کسی پیشم نبود که بگم که خب تو بشین، یا اینکه اصلا طرف حوصله اینو نداشت که بشینه و من بخوام مثلا براش درسامو توضیح بدم. این شد که من تو بزرگسالی برای درس خوندن به مشکل برخوردم و کلاً مدلم نبود که بشینم یک جایی و درس بخونم. باید دراز میکشیدم، همش پامو تکون میدادم و چیزای این سبکی. کم کم با نوشتن آشنا شدم. یک فصل جدیدی از زندگی من کلاً با نوشتن شروع شد و من اصلا فهمیدم که نوشتن چقدر حال خوبی به من میده. قبلترم می نوشتم ولی نه برای درس خوندن. این شد که کلاً موو کردم روی نوشتن و مدل یادگیریم شد نوشتاری. یعنی من حتما باید یک عالمه برگه کثیف کنم، کل چیزی که میخوام بخونم یاد بگیرم و بنویسم تا تو ذهنم بشینه، تا تو ذهنم بمونه. خب برای زبان انگلیسی این راه هم جواب نمیداد. یعنی من نمیتونستم هی همه چیزو بنویسم، چون من احتیاج دارم که حرف بزنم، بشنوم، کلمات رو تکرار کنم تا فکم عادت کنه و انقدر تکرار کنم تا اینکه اصلا تلفظشون رو درست بگم. این شد که من برای زبان خوندن به مشکل خوردم و راه‌های قبلی برای من کار نمی‌کرد. برای همین شروع کردم که راه حل‌های جدید و مدل‌های یادگیری مختلف رو امتحان کردم. حالا امروز قراره که با هم چند تا از اون قدم‌ها رو یاد بگیریم. برای خودتون یک محیطی بسازید. حتما قرار نیست که شما یک اتاق اختصاصی داشته باشین یا میز تحریر داشته باشین یا یک محیطی که مختص به شماست. میتونید یک قسمتی از خونه رو مختص یادگیری کنید. مثلا من قبل از اینکه میز تحریر داشته باشم، یک قسمتی از میز ناهارخوری محل یادگیری من بود. برای اینکه زبان بخونم و درس بخونم اونجا میشستم. برای خودم یه جایی رو درست کردم. باعث میشه که شما وقتی اونجا میشینید، وقتی تو اون محیط قرار میگیرین، به مغزتون این پیام میره که الان وقت یادگیریه، الان دیگه وقت چرخیدن تو موبایلم و دور و برم و نگاه کردن و اینا نیست. الان فقط وقت فوکس کردنه و وقت یادگیریه. و به این کار میگن شرطی کردن. ما مغزمون رو با این کار شرطی میکنیم. یعنی وقتی که من به شرط این که من پشت این میز باشم، سیگنالی به مغزم میره که الان تایم یادگیریه و شرط برقراره، پس مغز در حالت یادگیری قرار میگیره. نکته دوم درباره زمان نشستنه. من طولانی مدت نمیتونم بشینم و میدونم که خیلیام نمیتونن این کار انجام بدن. و قبلتر فکر میکردم که خب زمان مفید برای درس خوندن و یادگیری باید حتما 2-3 ساعت بشینی و درس بخونی و اینطوری میشد که من بعد از یه تایمی دیگه تمرکزمو از دست میدادم و هر چیزی که میخوندم هیچ یاد نمیگرفتم. این مشکل چه راه حلی پیدا کردم؟ یک روشی هست که شما میاین 25 دقیقه درس میخونین، 5 دقیقه یا 10 دقیقه استراحت میکنید. اون تایم استراحت هم منظورم اینه که از اون محیطی که برای خودتون درست کردین برای درس خوندن باید خارج بشید. یعنی من 25 دقیقه پشت میزم میشینم، زبان میخونم و 10 دقیقه‌ای که استراحتمه حتما از روی صندلیم بلند میشم و میرم تو خونه یه دور میزنم. آب میخورم، گوشیمو چک میکنم، بیرون تماشا میکنم، یک کار دیگه انجام میدم. یک فعالیتی خارج از محیط یادگیریم انجام میدم.
این بهم کمک میکنه که وقتی بعد از 10 دقیقه برمیگردم مغزم انگار که خیلی فرش تر شده و آماده یادگیری دوباره است. دوباره ادامه میدم. 25 دقیقه دوممو شروع میکنم. 25 دقیقه تمرکز کن، 10 دقیقه جایزه داری و میتونی هر کاری دلت میخواد انجام بدی. خب بعد از این 2 کار میایم سراغ تکنیکایی که من برای زبان خوندن ازشون استفاده کردم. خب من قبل از مهاجرت هم زبان خوندم، فایده نداشته. بعد از مهاجرت تو کلاس‌های گروهی آنلاین شرکت کردم، معلم خصوصی گرفتم که فارسی زبان بوده و با هم انگلیسی خوندیم. معلم خصوصی گرفتم که انگلیسی زبان بوده و با هم انگلیسی خوندیم و تو کلاس‌های گروهی انگلیسی شرکت کردم. تمام اینا رو امتحان کردم و میتونم بگم که نمیخوام بگم همشون بی تاثیر بودن، چون برای من یه پیش زمینه ای رو ساختن، ولی اینطوری بود که من میفهمیدم که اونا چی میگن. وقتی که یه کسی با من انگلیسی صحبت میکرد من متوجه میشدم چی میگه، اما اون جواب دلخواهی که میخواستم و نمیتونستم بدم. در واقع اسپیکینگم خوب نبود، لیسنینگم خوب بود، متوجه میشدم چی میگه، منظور رو متوجه میشدم، میفهمیدم، ولی نمیتونستم حرف بزنم. این شد که تصمیم گرفتم در کنار اونا بیام باز روش‌های دیگه رو امتحان کنم. اولین روشی که خیلی هم میگن و واقعا این جواب میده بچه‌ها، شادوینگ. شادوینگ یعنی چی؟ یعنی این که من یک پادکست یا یک فیلمی رو پلی میکنم، یه مکالمه ای رو در واقع پلی میکنم و وقتی هر چیزی که میشنوم رو پاز میکنم و تکرار میکنم، مثل سایه دنبال میکنم مکالمه رو و این باعث میشه که فک من عادت کنه که چجوری اون کلمات رو تکرار کنه، اصلا استرسش رو چیه، چطوری تلفظ میشه، این تی رو اینجا گفت، آ رو گفت، این چی سایلنته تو این کلمه. و این تکرار کردن تکرار باعث میشه که من اون کلمه رو به خوبی یاد بگیرم که تلفظش چطوریه. این شادوینگ خیلی جواب میده. در کنار اینکه وقت من دارم این کلمات و مکالمه رو تکرار میکنم، صدای خودم هم دارم ضبط میکنم. یه حسنی که یعنی 2 کار رو با هم انجام میدم، چون خیلی ها میان جدا انجامش میدن. من این کار رو با هم انجام میدم، پلی میکنم، گوش میدم، تکرار میکنم و در حین تکرار کردن صدای خودم رو ضبط میکنم. بعد میرم صدای خودم رو گوش میدم در کنار اون فیلمی که هست، یعنی دوباره فیلم رو پلی میکنم و این بار دیگه خودم تکرار نمیکنم، وایسم رو پلی میکنم و تفاوت‌ها رو متوجه میشم که مثلا کلمه improve چطوری گفت، من چطوری گفتم، اینو چجوری گفت، من چجوری گفتم. مقایسه میکنم و متوجه میشم که ایراد کارم کجاست و مجددا با تکرار کردن یاد میگیرم تلفظ درستو. این کار یه بار 2 بار نیست، یعنی اینجوری نیست که خب من الان یه فیلم 5 دقیقه فیلم پلی کنم، امروز با این تمرین کنم، فردا برم یه فیلم دیگه پیدا کنم با یه فیلم دیگه ای تمرین کنم. نه، مثلا 1 هفته میتونید روی فیلم 10 دقیقه‌ای بمونید که فقط اونو تکرار کنید. بعد از اون انگار سوار کلمات میشین و اینا میشینه تو ذهنتون، تلفظش، استرسش، چه حرفی سایلنته، چطوری تکرار میشه و باعث میشه که خیلی 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 روی اسپیکینگتون تاثیر داره و اینکه آدم یک کلمه ای رو وقتی که درست بتونه بیان کنه، اعتماد به نفسی که تو صحبت کردن داری هم خیلی میبره بالا، به خاطر اینکه ما یه وقتایی میدونیم که میخوایم چی بگیم، بلدش هم هستیم، میدونیم چه کلمه ایه، ولی اضطراب این که تلفظش رو اشتباه بگم هیچ حرفی نمیزنم و اینطوریه که اسپیکینگم صفر میشه. خب بخش بعدی که به من خیلی کمک کرده
من برای اینکه خودم رو علاقه‌مند کنم به اینکه اصلا انگلیسی رو وارد زندگیم کنم. ببین شما حتی اگر تو محیطم زندگی کنید، من یک کلیپی میدیدم خیلی بامزه بود. میگه که چون به هر کسی که میگن که تو محیطی زود را میفتی. بعد انتهای کلیپ اینطوریه که لیلا فروهر داره فارسی صحبت میکنه و یه ذره انگلیسی و میگه خب ایشون هم تو محیط بوده. میخوام بهتون بگم که وقتی تو محیط باشی اما با کسی صحبت نکنی، مهم نیست که کجایی. یعنی هیچ فرقی بین منی که تو انگلیسم با کسی که توی کشوریه که انگلیسی زبان نیست وجود نداره اگر من بیرون نرم و صحبت نکنم. میخوای محیط اطرافتو انگلیسی کنی، یعنی پیجایی که تو اینستاگرام چک میکنی میخوای انگلیسی باشه، فیلمایی که میبینی انگلیسی باشه، پادکستایی که میشنوی انگلیسی باشه، کتابی که میخونی انگلیسی باشه و پارتنری داشته باشه که باهاش انگلیسی صحبت کنی. کلاً باید همه محیط اطرافتو از ورژن فارسی به ورژن انگلیسی تغییر بدی و خودتو قرار بدی تو محیط انگلیسی زبان. حالا برای این چه کاری باید انجام بدیم؟ یه راه حل خیلی خوبی که وجود داره، من این کار رو انجام دادم. میای میبینی که مثلا علاقه‌مندی‌هاتو پیدا میکنی. خب علاقه‌مندی‌هاتون از کجا پیدا میشه؟ از اینکه توی اینستاگرام چه پیجایی رو فالو میکنین، توی یوتیوب چه ویدیوهایی تماشا میکنین، چه کتابایی رو میخونین. مثلا من ویدیو آشپزی زیاد نگاه میکنم، جهانگردی نگاه میکنم، نمیدونم کمپینگ و از این جور چیزا نگاه میکنم، مستند نگاه میکنم یا پادکستای روانشناسی گوش میدم، پادکستای خودآگاهی و رشد و از این جور چیزا گوش میدم و کتاب چی میخونم؟ کتاب روانشناسی دوست دارم، رمان دوست دارم، داستان دوست دارم. وقتی که علاقه‌مندی هاتون رو پیدا میکنین، بر اساس اونا میان چیزای انگلیسی رو پیدا میکنین. یعنی من گشتم خب پادکست خوبی که من دوست داشته باشم و مناسب باشه با اون سبک من کیه چیه. مثلا تو این قسمت توی یوتیوب من مل رابینز رو خیلی پیشنهاد میکنم اگر این تاپیک رو دوست دارین. خیلی باحاله، خیلی جالبه، اون چیزاییه که من دوست دارم و خوبم صحبت میکنه. ببین برای اول راه، یعنی اگر کسی بیگینره و تازه شروع کرده احتمالاً متوجه نمیشه مل داره توی پادکستاش چی میگه. پس منم از اول با مل شروع نکردم، من اومدم از ساده ترا شروع کردم. یه پادکستی هست به اسم Listening Time، خیلی اسلو صحبت میکنه، خیلی آروم و شمرده است و مخصوص زبان آموزاست. من با اون شروع کردم. ببین انقدر آروم صحبت میکنه که شاید یه جای حوصله‌ات سر بره، ولی برای منی که تازه شروع کرده بودم جذاب بود، به خاطر اینکه یه چیزی که دیگه که کنارش داره، متنی رو که داره میگه اسکریپتش هم میتونی ببینی، یعنی حالتهای انگار زیرنویسم برات داره. یعنی تو اگه یه جایی یه کلمه رو متوجه نشی که داره چی میگه، میتونی بری اسکریپت رو نگاه کنی و ببینی که این کدوم کلمه است. این خیلی پادکست خوبی بود. فیلم اکسنتی که بر اساس اکسنتی که میخوان یاد بگیرین، مثلا مدرن فامیلی، فرندز. خیلی خودم کارتون تماشا میکردم، مثلا کارتونا و یه سری انیمه ها و یه سری فیلم ها، به خاطر اینکه برای بچه های، برای یه سن کوچیکتریه، برای بزرگسالان نیست، خیلی بهتره برای یادگیری زبان. و برای کتابم مثلا یه سری کتابایی هستش که اصلا سریه، میتونم اینجا بهتون نشون بدم این کتابا رو. مثلا این کتابا همه برای سطح آدوه و شما مثلا این کتاب مثلا شازده کوچولو خیلی کتاب خوبیه. این کتابا همه کتاباییه که نمیدونم چطوری بهتون نشون بدم که همش مشخص باشه. این کتابا برای سطحی که برای کسایی که تازه شروع کردن به زبان خوندن خب خیلی خوبه و متوجه هم میشین.
و یه کار دیگه ای رو که من به اشتباه انجام میدادم، من مثلا کتابو میخوندم، پاراگراف اول رو دارم میخونم، 5 تا کلمه رو متوجه نمیشم، همون کلمه رو سریع بدون اینکه ادامه جمله رو بخونم میذارم تو ترنسلیت. این خیلی کار اشتباهیه، اینو انجام ندین. یه پاراگراف رو بخونین کامل. اگر کانسپت رو متوجه میشین که این داره این داره چی میگه، اوکیه. قرار نیست بزنین دونه دونه معنی کلمات رو یاد بگیرین بدون اینکه دقیقاً معنیش چیه. به مرور متوجه میشین، ادامه بدین جمله رو، به مرور معنی اون کلمه رو تو جمله متوجه میشین. این کار رو انجام ندین، چون که هم خیلی اذیت کننده میشه، چون یک سره باید کتاب دستتون باشه، یه ترنسلیت هم دستتون باشه و حالتون رو بد میکنه این کار. کتابو بخونین، ادامه بدین، برین. حتی اگه تلفظا رو فکر میکنین دارین اشتباه میگین، اشکالی نداره، شروعش کنین، ادامه بدین و به یه جایی متوجه میشین. اما مهمترین بخش زبان خوندن اینه که من یاد گرفتم، گرامر رو میدونم، لیسنینگم خوبه، ولی کسی رو ندارم باهاش صحبت کنم، پارتنر انگلیسی ندارم، چیکار کنم؟ و تا وقتی هم که صحبت نکنم متوجه نمیشم که در چه سطحی هستم، چقدر پیشرفت کردم. یه کاری که من اینجا کردم بچه، الان مثلا با AI چت جی بی تی راحت میتونین باهاش حرف بزنین، هم اصلاحتون میکنه، هم صحبت میکنه، هم جوابتون میده، خیلی هم خوبه. همین که مجانیه. یکیش چت جی بی تیه، یکیش مثلا با جمنای. وقتی که جمنای رو هم میتونی بذاری توی سطحی که باهاش صحبت کنی، مکالمه کنی، مثل یه دوست باهاش صحبت میکنه. هم یه کار دیگه میکنی، یه چیزی داره، یه گزینه داره به اسم لرنر، باهاتون یه جوری به رفتار میکنه که انگار معلمتونه، قرار میگیره توی پوزیشن تیچر و شما رو تصحیح میکنه و به شما راهنمایی میکنه، پلن میده، حالا چی کار کنیم، حالا قدم بعدی چیه. اینا برای من خیلی کار کرد زمانی که من پارتنر انگلیسی نداشتم و میدونم هم که خیلی اپلیکیشن ها و سایت هایی هستش که راستش این رو نمیدونم که از ایران میشه این کار رو کرد یا نه، ولی این بیرون خارج از ایران خیلی سایت ها و اپلیکیشن هایی هست که تو میتونی پارتنر انگلیسی پیدا کنی و حتی سطح زبانت رو بگی، مثلا بگی من A2ام، B1م و با بچه هایی صحبت کنی که در سطح خودت هستن، حالا از کشورهای دیگه. یه چیزی که برای خود من خیلی کار کرد، من جوین شدم به بوک کلاب. خب میگم ببینین چی دوست دارین که چه کاری انجام بدین. من عاشق کتاب خوندنم و از این استفاده کردم. یه کتاب معرفی میکردن، کتابو میخوندم، بعد میرفتیم با هم دیگه راجع بهش صحبت میکردیم. به خاطر اینم که یه وقتایی تو میخوای با یه آدمی صحبت کنی ولی اصلا موضوعی نداری، بوک کلاب به تو یه موضوع هم میده، این کتابو بخون، بیا راجع به این فصلش صحبت کنیم. مثلا تو چی فکر میکنی؟ به نظرت این شخصیت کتاب چی کار کرده بود؟ این چجوریه؟ بقیهش چی میشه؟ و این خیلی بر من کار کرد. کلمه، وقتی یه کلمه یاد میگیرید، کلمه رو حتما توی جمله بیارید. یعنی اینطوری نیست که من الان مثلا improve، من کلمه improve رو یاد گرفتم، تا وقتی که من تو جمله نیارمش این تو ذهنم نمیشینه. وقتی که من اینو میارم تو جمله I want to improve my English، من یادش میگیرم کجای جمله میارم، چه معنی میده، کجاها استفادهش کنم. پس تو من قبلا این اشتباهو میکردم، چندین تا از این دفترچه ها دارم که کلماتو با معنی مینوشتم و فایده نداره. یعنی من الان هزار کلمه این تو دارم، جمله نیارم اصلا یادم نمیمونه اون کلمات. پس این اشتباهو نکنید. حتما اگر یک کلمه یاد میگیرین تو جمله بیارینش و تکرارش کنید توی جمله. و یک چیز دیگه ای که میخوام بهتون بگم و به خود من خیلی زیاد کمک کرده، برای خودتون یک چالش تعریف کنید. برای 21 روز، برای 30 روز. من برای خودم یک چالش 21 روزه تعریف کردم و اینطوریه که 21 روز هر روز صبح یا هر روز بعد از ظهر درباره روزم صحبت میکنم به مدت 3 دقیقه، نه بیشتر نه کمتر.
3 دقیقه و خب منم خیلی توش دارم، هیچ ایرادی نداره. اون اوایل که شروع کرده بودم منام خیلی بیشتر بود و هیچ ایرادی نداره، ولی به مدت 3 دقیقه وایس ریکوردر گوشیتون رو روشن کنین و راجع به اتفاقات روزتون صحبت کنین. امروز صبح ساعت 6 بیدار شدم، این کار کردم، صبحانه اینو خوردم، برای نهار قراره این کار انجام بدم، دوستم رو دیدم، با مامانم صحبت کردم، راجع به این موضوع صحبت کردیم. هر چیزی که به ذهنتون میاد رو بگین و به مدت 3 دقیقه. به این میگن سلف تاک و خیلی 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 زیاد کمک میکنه و به یکی از تکنیک‌های خیلی مهمه واسه اسپیکینگ. و در آخر بهتون بگم که از این زبان باید استفاده کنید و تا وقتی که ازش استفاده نکنین متوجه نمیشین که توی چه لولی هستین و اگر همینطوری هی دارین میخونین مینویسین، کتاب میخونین، گوش میدین ولی صحبت نمیکنید، تا وقتی که صحبت نکنید متوجه نمیشید در چه سطحی هستین. و استمرار مهمترین و کلیدی ترین چیزی هستش که تو این مسیر کمکتون میکنه. روزی 3 دقیقه سلف تاک کردن، روزی 10 تا کلمه یاد گرفتن و توی جمله آوردن باعث میشه که هر روز توی مسیر باشین و توی مسیر بمونید در واقع. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و برام بنویسین اگر شما هم روش‌های دیگه‌ای برای یادگیری دارین. من خیلی خوشحال میشم بدونم. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.